شاگردان مکتب ابتدایی حضرت قیس بن سعد رضی الله تعالی عنه از امیر محترم و گرامی حزب اسلامی افغانستان جناب انجینر حکمتیار صاحب اظهار سپاس زیاد می نماییم که برای تعلیم و تربیت ما زمینه منظم را در کمپ شمشتو نصرت مین مساعد نموده است. از بارگاه خداوند متعال برایشان خواهان اجر عظیم هستیم. با تقدیم احترام جناب محترم حکمتیار صاحب امیر معظم حزب اسلامی افغانستان که اساس و بنیاد تعلیم و تربیه را در نصرت می گذاشتند و بعد از اون در این مدت دراز با وجود شرایط سخت و ناسازگار این تعلیم و تربیه را در اینجا به وجه احسن انجام دادند و امروز هم الحمدلله با اثر توجه و تدبیر ایشان درس و تعلیم در اینجا به وجه احسن پیش میبرند. اظهار سپاس و تشکر میکنیم از خداوند بزرگ متعال برایشان اجر بی پایان درخواست داریم. خداوند نشان و خدمتشان در حق سرفراز باشد. موقعیت داریم نزد